به نام خدا. کتاب سینوحه به نویسندگی میکا والتری و مترجمی داوود نعمت‌اللهی. فصل اول، زورق، بخش دوم. روزی پدرم پس از صرف غذا با قیافه‌ای کاملا جدی دست بزرگ و چالاک خود را روی سرم گذاشت و موهای نرم شقیقه مرا با مهربانی محجوبانه‌ای نوازش کرد و گفت: حالا دیگه 7 سالته سینوحه و باید تصمیم بگیری که میخواهی چه کاره بشی. بلافاصله جواب دادم: یک جنگجو، و از قیافه ناامید در چهره خوب او حیرت کردم، چون بهترین بازی‌هایی که پسر بچه‌ها در خیابان بازی می‌کردن بازی‌های جنگی بود و من دیده بودم که سربازها با هم دست و پنجه نرم می‌کردند و در جلوی سربازخانه استفاده از سلاح‌ها را تمرین می‌کردند و عرابه‌های جنگی آراسته را دیده بودم که به طور رعدآسا روی چرخ‌هایشان به جلو می‌راندند و در بیرون شهر مانور می‌دادند. هیچ شغلی شریفتر یا با عظمت‌تر از شغل جنگجویی امکان نداشت و علاوه یک سرباز مجبور نبود سواد خواندن و نوشتن داشته باشد و این برای من مهمترین چیز بود، چون پسر بچه‌های بزرگتر حکایت‌های وحشتناکی می‌گفتند که هنر نوشتن چقدر سخت بود و اگر شاگردان به طور اتفاقی قلم‌نهی را میان انگشتان بی‌مهارت خود خرد می‌کردند یا لوح گلی را می‌شکستند، معلم‌ها چه بی‌رحمانه موهای آنها را می‌کشیدند. احتمالاً پدرم هرگز مرد فوق‌العاده با استعدادی نبوده است، وگرنه قطعاً چیزی بیش از یک پزشک پرقرار می‌شد. اما او در کارش مرد با وجدانی بود و هرگز به هیچ کدام از بیمارانش صدمه‌ای نمی‌زد و در طی سالها تجربه از او مردی عاقلی ساخته بود. او از قبل می‌دانست که من چقدر زود رنج و یکدنده هستم و در مورد تصمیم من هیچ مخالفتی نکرد. او گفت: سینوحه بیا، و مرا از خانه بیرون برده و به ساحل رودخانه رفتیم. در کنار اسکله توقف کردیم تا نگاهی به یک قایق باری بیاندازیم که کارگران کوتوله در حال تخلیه بارهایی بودند که در گونی‌های بزرگ قرار داشتند. خورشید داشت در پشت تپه‌های غربی گورستان غروب می‌کرد، اما کارگران در حالی که نفس می‌زدند و خیس عرق بودند همچنان به کار ادامه می‌دادند. ناظر مربوطه آنها را با شلاق می‌زد و در حالی که دفتردار با خونسردی زیر سایبان خود نشسته بود و داشت بارهایی که تخلیه می‌شدند را با فهرست خود مطابقت می‌داد. پدرم پرسید: دوست داری یکی از اونا باشی؟ فکر کردم که این پرسش احمقانه است و بدون اینکه پاسخی بدهم با تعجب به دهان پدرم زل زدم. هیچ کس دلش نمی‌خواست که مثل آن کارگران اسکله باشد. سموت گفت: اونا صبح زود تا پاسی از شب کار می‌کنند. پوست اونا مثل پوست سوسمار سخت شده. دست‌های اونا مثل پاهای سوسمار زبر و خشن شده. تا تاریکی شب همه جا رو نگرفته باشه، اونا نمیتونن به کلبه دلگیرشون برن. و غذاشون یه تیکه نون، یه پیاز و جرعه نوشیدنیه. این زندگی کارگریه. این زندگی رعیت هاست. زندگی هر کسی که با دستاش کار میکنه. فکر میکنی کسی هست که حسرت زندگی اونا رو داشته باشه؟ در حالی که هنوز ناباورانه به اون نگاه میکردم، با حرکت سرم جواب منفی دادم. من دوست داشتم یک سرباز بشوم، ولی دوست نداشتم که یک کارگر اسکله، رعیت، شاه زن زمین یا آبیار زمین‌های کشاورزی یا یک چوپان تاپاله چسبان شوم. این به پدرم گفتم: پدر، سربازها روزگار خوبی دارن. اونا در سربازخونه‌ها زندگی میکنن و غذای خوب میخورن. رهبران اونا دور گردنشون زنجیرهای طلا میندازن. با اینکه نوشتن بلد نیستن، وقتی اونا از جنگ برمیگردن با خودشون غنایم و برده میارن تا برای اونا کار و تجارت کنن و در خدمت اونا هستن. چرا نباید منم تلاش کنم تا یه سرباز بشم؟ پدرم هیچ پاسخی نداد، اما قدمهایش را تندتر کرد. نزدیک یک زباله‌دانی کثیف و بزرگ که مگس‌ها مثل توده ابری در اطراف ما پرواز می‌کردند ایستاد و خم شد و نگاهی به درون یک آلونک گلی و کوچک انداخت و گفت: دوست من، این تپ خونه ای؟ پیرمرد شپشو با عصا از آلونک بیرون خزید. دست راست او از زیر چانه قطع شده بود و لنگ او از شدت کثافت سفت شده بود. صورت او از پیری خشکیده و چروکیده بود و هیچ دندانی در دهان نداشت.
در حالی که از ترس نفسم بند آمده بود نگاهی به پیرمرد انداختم و گفتم یعنی این تپ اینه؟ این تپ قهرمانی بود که تحت فرمان تاتمس سوم یعنی بزرگترین فرعون در جنگ‌های سوریه مبارزه کرده بود و از رشادت و پاداش‌هایی که فرعون به او داده بود هنوز حکایت‌های زیادی بر سر زبان‌ها. پدرم لبخندی زد و گفت پسرم سینوهه می‌خواهد یک جنگجو شود. این تپ من او را نزد تو آوردم چون تو آخرین بازمانده قهرمانان جنگ‌های بزرگ هستی و می‌توانی از زندگی افتخارآمیز و شاهکارهای سربازان برای او حرف بزنی. در حالی که چشم‌های نزدیکبین خود را به طرف من می‌چرخاند با تمسخر لبخندی زد و گفت مگه پسرت دیوونه شده؟ او چند لحظه‌ای سکوت کرد. در حالی که چانه‌ام از ترس می‌لرزید گفتم ولی حرفه سربازی پر افتخارترین حرفه هاست. او از جا برخاست و با همان یک دست گردن خود را محکم گرفت و گفت من این تپ قهرمان و چه کسی اکنون قدر شجاعت‌های مرا می‌داند. طلای من مثل چیزهای دنیوی از میان رفتند و برده‌هایی که در جنگ‌ها گرفته بودم یا فرار کردند یا در وضع فلاکتباری مردند. دست راستم را در جنگ سرزمین میتانی از دست دادم. نگاه کن، گرسنگی، محرومیت و سختی جوانی مرا در بیابان‌های خشک و برهوت از من گرفت. از زمانی که یک دستم را از دست دادم زندگی برایم جهنم شده است. لزومی ندارد از درد و عذاب و زخمی صحبت کنم که جراحان نظامی پس از قطع کردن دستم آن را در روغن جوشان فرو کردند. این چیزی است که پدرت میتونه درک کنه. سنمود، خدا اسمتو پایدار کنه. تو مرد عادل و خوبی هستی. پیرمرد ساکت شد. کمی نفس زد و در حالی که دوباره روی زمین نشست، پیاله خالی آب را با تأسف سر و ته روی زمین گذاشت. و یک بار دیگر همان پیرمرد مفلوک و بدبخت شد. با تردید زیر لب گفتم اما یه جنگجو مجبور نیست نوشتن یاد بگیره. این تپ دوباره به من نگاه کرد و گفت یک جنگجو مجبور نیست نوشتن بلد باشه، اما اگه بتونه بنویسه به سمت فرماندهی انتخاب میشه و در رأس شجاع‌ترین سربازان قرار میگیره و اونا رو در جنگ جلوتر از خودش میفرسته. هر کسی که نوشتن بلد باشه مناسب پست فرماندهیه، اما مردی که نوشتن بلد نیست حتی الامکان فرماندهی بر 100 نفر رو هم به دست نمیاره. تا الان اینطور بوده و همینطور هم خواهد بود و بنابراین جوونک من، اگر میخوای بر مردان حاکم باشی و اونا رو رهبری کنی نوشتن یاد بگیر. پدرت سمود مرد خوبیه، نوشتن بلده و در روزهایی که برو بیایی داشتم با من رابطه خوبی داشت. یعنی وقتی که ثروت فراوانی داشتم و تمساح و اسب آبی میدیدم در حالی که هیچ کس اسم اونا رو هم نشنیده بود، اگرچه او تنها یه پزشکه و هیچ رشته‌ای از سلاح جنگی نداره ولی مرد خوبیه، من همیشه او رو تحسین میکنم. با حالتی نگران به او خیره شده بودم. شروع کردم آستین آغشته به دارو و گشاد پدرم را به سرعت تکان دادم. سنمود هم به او نگاهی کرد، آه کوتاهی کشید و مرا از آنجا دور کرد. این تپ با صدای پیر و گوشخراش خود شروع به خواندن یک ترانه سوری کرد، در حالی که پسرک سیاه چرده و عریان میخندید. بنابراین من رویاهای جنگجویانه‌ام را به فراموشی سپردم و فردای آن روز که پدر و مادرم مرا به مدرسه بردند دیگر هیچ مخالفتی نکرد.